اویله انگور چند نمود رستنی ها را در بر می گیرد و در تاجیکستان چند نمودی آنها وام می خورند. با اویله انگور تقریبا 700 نمود رستنی ها منصوبند که 236 خیلی آنها در کشور عزیزی ما تاجیکستان وام می خورند. فرمول عمومی گل اویله چترگل ها K5, T5, G5, M2 به حساب می رود. اویله چترگل ها چند نمود رستنی ها رو در بر می گیرد و در تاجیکستان چند نمودی آنها وام می خورند. با اویله چترگل ها 3000 نمودی رستنی ها منصوبند که 170 نمودی آنها در کشور عزیزی ما تاجیکستان وام می خورند. با اویله لبگل ها کدام نمودی رستنی ها داخل می شوند؟ با این اویله 3500 نمودی رستنی ها داخل می شوند که نماینده آنها پودینه، نیازبو، ریحان، مرمرک، جمیلک و غیره می باشند. گل لاله به کدام اویله داخل می شود؟ گل لاله به اویله زنبقی ها داخل می شود. اویله زنبقی ها چند نمودی رستنی ها رو در بر می گیرند؟ با اویله زنبقی ها تقریبا 4000 نمودی رستنی ها منصوبند. کتاب سرخ چگونه کتاب است؟ کتاب سرخ کتاب حجتی علمی بین الخلقی می باشد که اوید به نباتات و حیوانات حفظ شونده و راه‌های برقرار کردن آنها معلومات می دهد. و کتاب سرخی تاجیکستان چند نمود رستنی ها داخل کرده شدند. در عین زمان 226 نمود رستنی های گلدار، 199 نمود رستنی های علدوی و 27 نمود رستنی های درختی و بوتگی داخل کرده شدند. اولین رستنی های موروعی کدام رستنی ها می باشند؟ اولین رستنی های مزروعی جو و گندم می باشند. معنای لغوی سلکسیا چیست؟ سلکسیا از کلمه لاتینی سلکسیا گرفته شده، معنایش انتخاب، سر کردن، انتخاب کردن می باشد. سلکسیا یک سالهای مهم استحصالات کشاورزی می باشد که برای رویانیدن نوع‌های نو و سرمحصول رستنی‌های مزروعی و بهتر کردن ذات حیوانات استفاده برده می شود. پالیوبوتانیکا چی را می آموزد؟ پالیوبوتانیکا علمی است که باقی مانده های تاریخ کهن رستنی‌های قدیمی در وقت حفریات یافته شده را می آموزد. اولین رستنی‌های روی زمینی کی پیدا شدند و چی نام داشتند؟ اولین رستنی‌های روی زمینی 4 میلیون سال پیش با وجود آمدند که اشنه و پسیلوفیت شکلان بودند، یعنی 400 میلیون سال قرن از عصر ما پیدا شده بودند. پوشیده تخمان اولین مراتب کی پیدا شدند؟ پوشیده تخمان اولین مراتب تقریبا 130 میلیون سال مقدم از رستنی‌های لوچ تخم پیدا شدند.